ناحیه рошткалъа جوانترین از نواحی جمهوری بوده با صاحب استقلالی تاجیکستان همسال می باشد. ناحیه بعد صاحب استقلال گشتن کشور تاجیکستان تأسیس یافته در کوتاه‌ترین مدت به کامیابی‌های نظررس نائل گردید. چندین بناهای معماری و انشاءات اهمیت اجتماعی بنیاد گردیده کارهای آبادانی و سازندگی در جریانند. در برابر رشد اقتصادی به برگزاری چاره‌بینی‌های فرهنگی دقت ضروری روانه می‌گردد. در برابر دیگر تاجیکستانیان ساکنان ناحیه рошткалъа جشن اجدادی صدر را اهلانه پیشواز افتخار این جشن در صحن حوله خانه مدنیت ناحیه рошткалъа جمع‌آمد تنتنوی برگزار گردید. با نمایندگی از نام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه рошткалъа جمع‌آمدگان را معاون رئیس ناحیه تبریک نمود. در گرد گلخن افروخته چون عنعنه رقص و سرودخوانی دایر گشت. بانوان جماعت‌های دهات و مرکز ماموری ناحیه рошткалъа به جشن صده با دستاویزهای نظررس آمدند. در تالار بینای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه آزمون دسترخوان‌آرایی دایر گشت. نمایندگان 5 جماعت دهات ناحیه рошткалъа به طرز گروهی صنعت آراستن دسترخوان را به جمع آمدگان نشان دادند. یک نفر از آنها ساکن جماعت دهات рошткалъаи ناحیه рошткалъа میسره قدمова عرض می‌دارد که چنین چاره‌بینی‌های فرهنگی در اساس نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه рошткалъа و ولایت برگزار گردیده تا تجلیل 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ادامه می‌یابند. در یک جماعت دهات 5 نفر بانوان در یک گروه متحد گشته طعام‌های گوناگون را که خودشان تیار نمودند به نمایش گذاشتند. دسترخوان هر یک از آنها از انواع‌های گوناگون خوردنی، یک قسمشان غذاهای قدیمی تاجیکان کوهستان بودند، پر بود. از بس که شغل اساسی ساکنان ناحیه рошткалъа کشاورزی و چارواداری میباشد، در دسترخوان گسترده آنها محصولات این ساحه‌ها بیشتر گذاشته شدند. طور معلوم گشت غذاهای قدیمی این مردم از طعام‌های پرهیزی، سرغذای روغنی و محصولات شیری و گوشتی عبارت بودند. بانوان ناحیه در تیار نمودن هر گونه غذا مهارت خوب نشان دادند. در سر دسترخوان نه تنها طعام‌های عنعنوی از قبیل آش بریده، کوچی، اتولای شیری، گندم کوفته، باج، نخود شوربا، گل فنجان، کالا و پوچه را دیدن ممکن بود، بلکه طعام‌های معاصر هم فراوان بالای دسترخوان گذاشته شدند. باعث خوشنودی است که بیشتر اشتراکچیان آزمون دسترخوان بهترین را جوان دختران تشکیل دادند. جوانترین از آنها سیل بیگم قدمشوی و با استفاده از مورد مناسب تاجیکستانیان را به مناسبت تجلیل جشن صده چنین تبریک می‌نماید. سرچشمه نوروز دنیایی صده شد، گل بزم بهار گرد آتش کده شد. افزود شکوه تاجیکستان به فلک، بر نام صده مدام که عربده شد. جشن صده مبارک اندیاران عزیز. هیئت حکمان دسترخوان‌های آراسته را با دقت از نظر گذرانیده به زحمت بانوان بهای مناسب داد. یک گروه اگر در آماده نمودن محصولات قنادی هنر والا نشان داد، گروه دیگر در تیار نمودن غذا از محصولات شیری پیش دست بود. گروه سوم باشد در پختن طعام‌ها از گوشت مهارت خوب داشت. غذاهای معاصر باشد نیز از طرف یک قسم بانوان با لذت و زیب دسترخوان بودند. هیئت حکمان به چنین قرار آمد که حکم خود را بعد 2 روز از طریق رئیسان جماعت دهات به سراغ گروه بانوان هنرمند میرساند. در نظر است که آزمون گروهی فقط در وقت جشن‌ها گذرانیده شده. در آزمون‌ها فردی همه بانوان خواهشمند با صنعت دسترخوان‌آرایی اشتراک می‌نمایند.